آیا طالبان بر ضد زنان جنگ اعلان کردند؟ چرا پیش از همه حق زن زیر پا میکنند؟ مگر به زن نفرت دارند که او را زیر چادر سیاه و زیر چادر خاص خودشون ببینند؟ نمیگذارند به مکتب رود، آموزد و در اداره بشیند و مثل یک مرد حق داشته باشد؟ آیا طالبان از زنان میترسند که با تمام قدرت و اسلحه برای زیر پا کردن حقوق آنها مبارزه میبرند؟ سلام، در برنامه گپی آزاد امروز در همین باره صحبت میکنیم و خانم حسینه صافی، سرپرست سابق وزارت امور زنان در افغانستان از لندن و شهری احتمزاد، شاعر و فعال زنان از تاجیکستان را دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. چرا طالبان اینقدر از زنها میترسند که میخوان آنها درس نخوانند، کار نکنند و در امور اداری حضور نداشته باشند و در اون خانه بشینند؟ خانم صافی، اول از شما شروع میکنیم. نظرتون چی است؟ خواهش میکنم. تشکر میکنم از اینکه فرصت دادین تا در برنامه نظریات در مورد وضعیت زنان فعلا در افغانستان امرایتان شریک کنم. به مرور زمانی که در 2 دهه گذشته زنان از سالهای تاریک 95 و 96 آغاز به مبارزه کردند، اینا ثابت کردند که یکی از شهروندای فعال مؤثر یک ملت و یک کشور به حساب می روند از نگاه ظرفیت، از نگاه توانایی و از نگاه وضعیتی که خودشان به حیث یک شهروند مسئول و کارا خود را در جامعه ثابت کردند و یگانه دلیلی که امروز زنا از در حاشیه گذاشته شدن و حتی میتونیم بگوییم که حذف شدن در جامعه امی است که تواناییشان ثابت شده به حیث یک شهروند مؤثر و کارا برای انکشاف مملکت. تشکر. خانم شهری احتمزاد، نظر شما چی است به حرفایی که خانم صافی گفتن؟ من فکر میکنم که خیلی درست میگوین. واقعا این یک طایفه زیشتمالی است که امروز به سر مردم در مجموع تمام افغانستان آمده است و ویژه به سر بانوان و خانمای عزیزی افغانستان. خانمای افغانستان خیلی با تفکر گسترده دارند، خیلی سرمطالعه هستند، خیلی مبارز هم هستند، ولی نمیدونم اینا چی طایفه، چی گفتم، طایفه هستند که از نخستین گامشان زن مادر را بد دیدن، دوست نداشتن، چون مادر معجزه خداوند است، یعنی زن همش معجزه خداوند است. ولی اینها اونقدر بی اندیشه، بی فکر، بی دانش، به فرهنگ هستند که زنهایی که کار میکردن، زنهایی که مبارز بودن، زنهایی که در هر جاده همین 20 سال اخیر زنهای افغانستان توانستن که کار کرده باشن، همون از اینها گرفتن. وابسته به همین سوال و ادامه همین سوال، اگر زن در افغانستان یعنی تحصیل کند، کار کند، وزیر یا مقامی داشته باشد، چی خواهد شد؟ چرا این هراس طالبان به این اندازه نسبت زنان زیاده است؟ خانم صفی، شما چی میگویید؟ من فکر میکنم قسمی که بیشتر گفتم یک وضاحت بسیار ثابت شده، نه تنها بر مردم افغانستان، در منطقه و در جهان، که زنای افغان چقدر طی 20 سال گذشته اینا مبارزه صادقانه و با تعهد به خاطر انکشاف مملکت خود کردن و خواست رام که اینا داشتن کدام خواست معما نبود، یک خواست بسیار واضح، چیزی که به حیث زنایی که در یک مملکتی که 99% مردم از او مسلمان بود، خواست ما خواست زیادتر از خدیجه، سمیه، عایشه نبود. همه در امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی گام‌های را داشتند، در پروسه صلح گام‌های را داشتند و همچنان نشان داده شد طی سالهای گذشته که به اساس قانون اساسی که یکی از معتبرترین قوانین اساسی در منطقه به شمار می رفت، ما تقریبا 26% زیادتر در پارلمان
4 خانم در کابینه، خانم ها را به حیث سفرا، معین صاحبا، معاون صاحبا، رئیسای مستقل، 29.6% خانم ها را ما در خدمات ملکی به حیث رؤسا و حتی در سال گذشته وقتی که خودم به حیث سرپرست وزارت زنا ایفای وظیفه را شروع کردم، ما بر اولین مرتبه در سیاست محلی افغانستان یک جایگاه بسیار عالی را بر زنا کابینه افغانستان تایید کرد، تصویب کرد که او معاونین ولایت در معاونین، یکی از معاونین اقتصادی و اجتماعی ولایت زنا باید باشند که همه از این به حیث ابزاری که ما بتانیم سروضعیت زنا از خانه تا قریه تا ولسوالی تا ولایت تا مرکز تا کشور، منطقه و جهان بتانیم که یک هماهنگی مؤثر داشته باشیم تا با مبارزایی که خود اینا ثابت کردن ما ایره یک مبارزه کشوری بکنیم و بتانیم که وضعیت همه خواهرایی که به سطح ولایت بودن، ما دستاوردهای بسیار طی سالهای گذشته و بخصوص 5 سال گذشته را که ما به حیث سالهای طلایی نامش گذاشتیم بر زنا و جوانای افغانستان به اساس از این که فرصت برشان داده شد و اینا خود ثابت کردند به حیث یک عضو جامعه فعال و مؤثر به خاطر انکشاف. ببینین ما همیشه به این باور هستیم که زن و مرد هر دویش مثل دو بال یک پرنده هستند. خانم احتمزاد، شما شهروند یک کشور دنیوی هستید، به این حرفای خانم صافی چی نظر دارید؟ من وقتی که از تلویزیون طلوع و دیگر تلویزیون های افغانستان می دیدم که زنها در پارلمان هستند، زنها صدا دارند، زنها را میپذیرند در افغانستان و امروز که این کار اینطور صورت گرفت و این خیلی شد، من واقعا خیلی نگران هستم، خیلی از حیات این خانم‌ها، این خواهرها خیلی نگران هستم و واقعا این خانم درست میگویند که همین 5 سال اخیر اینا بیشتر و بهتر برای خودشان مبارزه میکردن، برای خودشان جا میافتن، برای خودشان مثلا دخترها را در گیر خودشان جمع میکردن و یکی مثلی که یک برف در تابستان در سر آدم میریزد، این طالبا همینطور آمدن و این خانمای عزیز پریشان شدن و این خانمای عزیز امروز در تمام دنیا از دردی زجر غریبی میکشن، عذاب میکشن. همین جا به توجه شما را به یک حرفای نماینده طالبان دعوت میکنم، یعنی با اجازه شما گفته نماینده طالبان محمد نعیم را میشنویم که میگوید کار کردن زن و تعیین زن به مقام مشکلی زنان را حل نمیکنند. حالا این را میبینیم و با صحبتمون رو ادامه میدیم. اگر یک زن در کدام وزارت یا در کدام سمت بالای قرار بگیره، آیا مشکلات همه زنها حل میگردد؟ چیزی که ما در 20 سال تجربه کردیم. وزارت برنامه زنان و یک ارگان دیگه برنامه زنان بود، اما متاسفانه زنها همان قشری بود که از هر دور دیگر در این دوران ها متضرر بودند. زنها بسیار مشکلات روبرو بودند، مشکلات خانوادگی و دیگر مشکلاتی که در دوایر حکومتی بود و در حتی در پانتونها و در مکاتب و در لیسه ها چیزای بسیار مشکل زن حل نگردید. خانم صافی شنیدید، شما شنیدید، نظرتون چی است به این حرفا؟ خواهش میکنم. بله، من ایره پیشم شنیده بودم و تقریبا زیادتر هر روزی که در مورد زنا اخبار می آید ما او را میشنویم، به خاطر ازی که ما وضعیت خود تحلیل کرده میتونیم و به حیث یک کسی که در 20 سال گذشته، نه تنها 20 سال گذشته بلکه 40 سال گذشته ما مبارزه کردیم، به اساس مبارزاتی که خارا پیش از 40 سال گذشته هم اینا ادامه داشتند. وزارت زنان یک جایگاه، یک آدرس بر زنا بود، در صورتی که ما در ساختار حکومتداری
یک آدرس بر زن نداشته باشیم که در اونجا زنا بیاین و از مسائل خود بحث بکنن و از مسائل خود تحلیل بکنن، راه حل مشکلات خود بگوین، پس ما چطور میتونیم که بگوییم که ما بر زن احترام داریم و میخواهیم که وضعیت زنا بهتر شود؟ آیا طی 20 سال گذشته امی وزارت زنان، نهادهای اجتماعی زنان، شبکه‌های زنان نبود تا این مسائل زنان به اساس دادخواهی‌هایی که می‌کردند مورد توجه رهبری حکومت‌ها نیاورد؟ آیا امی دادخواهی و وجود زنان در جلسه اولی که قانون اساسی ایجاد میشد نبود که اینا در فصل دوم و ماده 22 نوشتند که همه اتباع افغانستان برابرند؟ آیا مبارزه زنان نبود که ما قوانین، استراتژی ها، طرح‌هایی را داشتیم که باید زنان را در همه وضعیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کمک میکرد؟ پس ما چطور مسائلی را که میخواهیم در آینده بر زنان حل بکنیم، آدرس از او کی است؟ کی میتونه در کجا؟ آیا اینا میخواین که زنا پیش مردا بیاید و مسائل خود بگوید؟ به هیچ وجه. پس معنای از این است که در حکومت داری از اینها در پالیسیشان اصلا دیدگاه مؤثر بر وجود زن نیست. ما در افغانستان بودم که این آمدن و 10 روز هم در آنجا بودم، به می دلیل که امروز یا فردا کسی می آید و به حیث وزارت میگن که برنامه‌تان چی است، دورنمایتان چی است، برنامه های دراز مدت، کوتاه مدت چی است. به خاطر از این که اگر ما بخوایم که من افغانستان به حیث یک مملکت، به حیث یک مملکت اسلامی در منطقه و در جهان مؤثر و قابل رقابت با ممالک باشه، یک عضو فعال، یک نفوذ فعالشه که زیادتر از 50% زنا است تشکیل میده و اینا باید شامل باشه. خانم شهریه، شما چی میگویید به این ادعا کار کردن زن و رهبری او در مقام حاصل نمیدهد؟ یعنی چی؟ من در تصور من نمیگنجد که در حکومت در کارهای اداری زن نباشد. امروز تصور میکنید که اینها زنها را بیرون کردند و زنانی بودند که زنانی هستند در کابل و دیگر جای افغانستان که کار میکردند و یک تکنانی فرزندشان میافتند، اما امروز اونو را پیش کردن، یعنی که واقعا پیش کردن، اینو را گرفتن یک چادر سیاه و سر انداختن، گفتن که دیگه بره شما در کار نیستید، ما به شما میتوانیم حکومت کنیم. یعنی اینو انسان های هستن که دانش و فرهنگی ندارن، فکر میکنم که اینا از زن دوری میجوین، از زنی که مثلا میتواند، زن به هر صورت از مرد دانشمندتر است، میتواند که مرد به راه راست برد، میتواند که اینو را مصلحت بدهد. خانم حسینه صافی، طالبان وزارت امور زنان را از بین بردند و به جای آن وزارت امر معروف و نهی منکر تأسیس دادند. این چی وزارت است؟ هیچ کاری برای حقوق زنان میکند یا فقط به وعظگویی و نصیحت مشغول می شود؟ شما خبر دارید در جریان این وزارت نوی طالبان هسته؟ بله، ما بر بار اول وقتی که یک لیست دیدیم، توقع مایی بود که در اون لیست وزرا خانم ها باید باشند، نه تنها وزیر زن بلکه وزیرهای دیگه وزارت ها مثل قبل باشند. متاسفانه اولین ناامیدی امی بود که ما ندیدیم که خانم ها در اونجا لیست خانم ها نبود. بر بار دوم دیدیم که اینها لوحه وزارت را پایین کردند که این خودش یک ناامیدی کلی در مورد ظرفیت، در مورد توانایی زن بود، یک بی‌اعتمادی است. چرا در همه مملکت، در همه کابل یک وزارت زنا بود که باید لوحهش پایین میشد؟ آیا اینا خبر دارند که طی 20 سال گذشته در همه مسائل و پالیسی هایی که برای زنا جور میشد، وزارت زنا آدرسی بود که توسط از او و نهادهای دیگه که بر زنا کار میکردن یک جا اینا سر از او بحث میکردن و نظریات خانم ها را از سراسر کشور اینا می آوردن
تا در تمام پالیسی های ملی اینا اضافه بکنن نظریات زنانه. به خاطر از این که طی 20 سال گذشته و حتی 40 سال گذشته تعداد خواهرهایی که بیوه هستند امیال فعلا در افغانستان خواهرایی هستند که خودشان به حیث یک خانم سرپرست خانواده هستند. آیا آینده از اینا چی میشه؟ این همه مسائلی است که اینا اصلا در نظر نگرفتند و صرف نظر کردند. ببینید شما میگید که اینها صرف نظر کردند ولی اونها دعوا میکنن که بر اساس شریعت اسلام این کار رو دوران میکنن. به این مسئله چی میگوید؟ خواهرایی بود که در بحث‌های در میزهای مدور امرایشان بحث کردند و همچنان افغانستان یگانه مملکت اسلامی در جهان نیست. امیال ما میبینیم تاجیکستان ما میبینیم، ما مثلا هندوستان میبینیم، ما پاکستان میبینیم، ایران میبینیم، عربستان میبینیم، ترکیه را میبینیم، اندونزیا را میبینیم، مالیزیا را میبینیم. آیا این ممالک هستند که هیچ در حکومت و در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دستاوردهای بزرگی دارند؟ به خاطر ازی که اونها برزن مثل یک عضو فعال جامعه، عضو فعال و مؤثر جامعه حساب کردند. پس کدام تعریف از شریعت اینها که دارند و کدام اسلام است که در اونجا برای جایگاه زن جای نیست؟ ما امو جایگاه را میخواییم. وقتی که ما به مراسم حج میریم پهلو در پهلو همراه مردا که پاکترین جای است که ما پیش خداوند عذر میکنیم به حیث یکی از مراسم مذهبی ما هستند، اونجا در یک جای هستند. پس این کدام تعریف از اسلام است؟ در اینجا واضح ببینید یک مسئله هست که بخصوص هم در تاجیکستان همسایه با افغانستان هم بحث زیادی برانگیخت و لباس سیاهی بود که گروهی از زنان افغان پوشیدند و به حمایت از طالبان صدا بلند کردند. این چی لباس است؟ نظری هر شما رو در این باره میخوام بفهمم، خواهش میکنم. من فکر میکنم که این یک چیزی ساخته بود که زنها بر اومدن طرف طالبان گرفتن. شاید زوجه هاشون باشد، شاید خواهراشون باشد، خشتباراشون باشد و زنی که خودش احترام میکند، جامعهش رو احترام میکند، فرزندش رو احترام میکند، هیچ وقت همین کاری که اینا نشان دادن نمیکند. زن البته من فکر میکنم که دولت‌های اسلامی سطر در کار است و امروز که ولی در افغانستان این او را سطر نمیگن. او را من فکر میکنم که در تاجیکانی ما میگن که جوال است که در سری زن میکشن. این یک تاریکی از ظلماتی هست که به سری بیچاره زنهای ما آوردن. هیچ وقت زن نمیخواهد که در درون جوال باشد که اون ایجادی همین هاست. یک کمی وقتمون هم فشرده تر است. حالا توجه شما رو به یک پروژه سریراهی همکارانمون در دوشنبه جلب میکنم که با سوال برقه طالبانی چی است به مردم مراجعت کردن. سپس به صحبتمون ادامه میدیم. اگر همین مقصد آدم نمازش خونه و دل پاک داشته باشه، این هم خیچم یا عورت سطر سرشه، خاکم لباسی که من در تن دارم بهتره. خیلی سطر خیلی ممکنه از خیلی که پول محکم میکنن و چی وای ممکن است. طرز پوشاک آدم مثال همه آدم چه خیلی که میخواد همه خیلی پوشاک میپوشد. نه که مجبور کردن لازم نیست، در کار نیست. این یک تجاوز حساب میخوره. تاجیک با تاجیکی خودش، افغان با افغانی خودش، هر کس ملتی خودش با اون فرمای خودش قطعی باید باشه. و من نظر من نمیخواد این ما تاجیکی میگم فرمای ما نمی مودا معقوله. هم کسی که خیلی داخلش معقوله ما نمی فرمای خودم داخلم به حد معقوله. خیلی که آدم با طرز لباس پوشی داخلش معقول باشه همون باید باشه. خانم صافی، نظر شما به حرفای این ساکنای تاجیکستان چی است؟ دقیق و بسیار واضح. من فکر میکنم که هر کس ارتباطش با خداوند یک ارتباط شخصی است. هر کسی که به هر رقم راحت بود اونمو درست است و نفس باید پاک باشه، آدم باید صادق باشه. و همچنان میخوایم بگویم امی حجاب سیاه هیچ وقت یک
لباس افغانی نبود، یک لباسی که در افغانستان نبود. اگر شما در اینترنت ببینین، حتی در ولایات ما پیرانای گرد همراه یک چادر که او را می پوشیدیم. این چیزی را که اینا به حیث لباس افغانی نشان دادن به هیچ وجه ای افغانی نیست و ای شاید لباس باشه که امو کسا خودشان دمو خرد کلان شده باشن و راحت باشن. لباس افغانی یک چادره که دور می دادن، یک پیرانه که یک کمک چین داشته باشه و همچنان تنبانه که اونا می پوشن و یک پاچگکایش یکم دستدوزی افغانی هم بعضا داشته می باشه. لباس اصلی ما او بود، لباس فرهنگی ما. و دیگه می آییم سر ادارات دولتی، همه می بینن قسمه که برادرها رنگای که سنگین باشه و اینا استفاده کردن در امو پتلون و کرتی و یک جمپر. با همو مشابه خواهرها هم دامن همراه یک پتلون و یک جمپره که در سرش چادر می پوشیدن. این لباس رسمیشان در نهادهای دولتی و غیر دولتی بود و هر رنگی که می پوشن. من فکر می کنم که طبیعت خودش رنگای مختلف زیبایی طبیعت نشان میده. تا کنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و میخواستم بپرسم که آیا جامعه جهانی میتواند برای حمایت از حقوق زنان به طالبان فشار بیارد و آنها از دستور قانونهای خود بر ضد خصوصا زنها دست بکشند؟ این امکان وجود دارد؟ خانم صافی شما خواهش میکنم. بدون شک افغانستان طی 20 سال گذشته به بعضی از تعهدات بین المللی به حیث یک کشور تعهد کرده، مثل کنونسیون منع آزار و اذیت، قطعنامه شورای امنیت 1325 و امثال از او. چندین پلتفرم پیکن به اساس از او افغانستان به حیث یک کشور حسابده است به جهان، نه تنها به جهان بلکه جهان هم حسابده است به مردم افغانستان، به زنای افغانستان. اینجا است که رول مؤثر و نقش مؤثر جامعه جهانی به خاطر آینده همه زنان در افغانستان مؤثریت میده تا اینا بگویند که تعریف امو تعهد را که شما به حیث یک کشور بر جامعه جهانی میکنین چی است. وقتی که اینا میگن چی است، امی خود به خود داخل یک مکانیزم حسابدهی متقابل است که نه تنها افغانستان به حیث یک دولت بلکه جامعه جهانی هم وقتی که راپور میگیره باید به خاطر بهبود وضعیت مردم و زنا کار بکنه. خانم احتمزاد، نظر شما به این مسئله چی است؟ یعنی این مسئله راه حل دارد؟ بنی آدم اعضای یکدیگرند. من فکر میکنم که امروز تمام جهان باید در این موضوع بی‌طرف نباشد، چون که ما همه اعضای یک پیکر هستیم، یک مردم هستیم، همه خلق کرده خداوند هستیم و جهان نباید بی‌طرف باشد. البته امروز من وقتی که رسانه های میخوانم و میبینم که کدامی از جمهوری باشد، کشورهای کلانتر باشد، وقتی که طالب میپذیرد هوش از سر من میپرد که کجای طالب میپذیرید زنها را ارج نمیگذارند. بسیار میخواستم که در پذیرفتن این حکومت من به همین عقل کوتاه هم باید فکر کنن، اندیشه کنن دولت ها که اولا کاری بدی که کردن نسبت مادر کردن. این خیلی حکومت نمیتواند ادامه یافته. تشکر و بینندگان گرامی، در همین جا برنامه گپ آزاد را به پایان میبریم. مهمانان ما حسینه صافی، سرپرست سابق وزارت امور زنان افغانستان از لندن و شهریه احتمزاد، شاعر و فعال زنان از تاجیکستان بودند که صحبت میکردند. اگر پیشنهادی دارید یا میخواهید کدام مسئله مهم برای جامعه و بررسی گرفته شود، زیر همین برنامه نویسید. منتظر نامه و درخواست شما هستیم و من میرزا نبی خالقزاد بودم. برنامه را پیش میبرم تا دیدار در برنامه دیگر. خدا نگهدار.